احتمالاً تو هم با آدم‌هایی مواجه شدی که کنارشون حس می‌کنی هستی توی یه آینه افتاده. همونهایی که توی سکوت و بی هیچ ادعایی کاری می‌کنن که تو با خود واقعیت روبرو بشی. اونهایی که به زندگیت رنگ می‌بخشن. حکایت امروز حکایت همین آینه هاست. پس با من همراه باش که قرار امروز هم از دل یه قصه یه حقیقت رو بیرون بکشی. سلام، من نیروانا هستم. به کانال قصه گویی من خوش اومدید. در روزگاران نچندان دور پادشاهی دستور میده که 2 دیوار از دیوارهای قصرش رو به 2 گروه نقاش بسپارن که این دیوارها رو نقاشی کنن تا مشخص بشه که کدوم یکی از این 2 گروه نقاش هنر رو بیشتر در اوج خودش نشون میده. همین اتفاق میفته. دیوار اول رو به گروه نقاشان چینی میسپارن و دیوار دوم رو به گروه رومی ها. از قضا این 2 دیوار کاملا روبروی هم بودن. کار شروع میشه و بین 2 دیوار یک پرده میکشن. نقاشان چینی کارشون رو شروع میکنن. هر روز صدها سطل رنگ درخواست میکنن. رنگ میزنن، طرح میکشن، ساز میزنن و پایکوبی میکنن و قصر پر میشه از بوی رنگ و شادی و حرکت. اما کمی اون طرفتر رومی ها حتی 1 سطل رنگ هم درخواست نمی کنن. اونها فقط در طول شبانه روز دیوار رو میزدودند و پاک میکردند تا اینکه گروه نقاشان چینی اعلام کردند که کارشون به اتمام رسیده. نقاشیشون فوق‌العاده بود. رنگ ها می درخشیدند، طرح و نقش ها می رقصیدند و شاه با دهان نیمه باز مات و مبهوت فقط نقاشی اونها رو می ستود. کمی اون طرفتر اما روی دیوار رومی ها هیچ نبود. فقط یک سطح صاف و صیقلی و آینه‌گون بود. ناگهان اما پرده کنار رفت و نقاشی چینی ها با تمام جلال و جزئیاتش روی دیوار رومی ها افتاد. حتی شفافتر، عمیقتر و زنده تر. شاه حتی نمیدونست که کدوم یک نقاشی اصلیه و کدوم یک تصویرشه. حقیقت اینه که رومیان داستان مولانا همون صوفیان هستند. همونهایی که نقاش نیستند اما آینه شدند. اونهایی که سالها دلهاشون رو صیقل دادند، نه با رنگ، نه با کلمات، که با زهد و خاموشی و پاک کردن حسد و خشم و ایگو از درونشون. اونها علم نیاموختند بلکه آینه شدند و هر که آینه شد بی فاصله حقیقت رو نشون میده. طوری که مولانا دربارشون میگه صوفیان همچون رومیان آینه اند، نقش هر چیزی درون سینه اند. حالا نوبت ماست که از خودمون بپرسیم آیا توی این بازار پر از رنگ و نقش و غوغای دنیا وقتش نشده که دلمون رو صیقل بدیم؟ آیا انقدر سکوت کردیم که تصویر حقیقت توی آینه دل ما بیفته؟ وقتش نرسیده دست از نقاشی برداریم و فقط آینه بشیم؟ برام بنویس و این ویدیو رو بفرست برای کسی که میدونی آینه زندگیته.